مراقبت از بیمار مبتلا به آلزایمر به مرور الگوی زندگی بیمار، مراقب، خانواده و حتی اطرافیان اون رو تغییر میده. حتما خیلی از شما فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین رو دیدید. خود من بارها و بارها این فیلم رو دیدم. این فیلم یه قصه اصلی داره که اکثر مردم دنبال میکنن، ولی از نظر پدیده مراقبت بسیار ظریف به اون پرداخته شده. زندگی شخصی و خانوادگی و کاری دو مراقب رو خیلی جالب مورد بررسی قرار میده. تو شرایط رو الان میبینی، وضعیت رو میبینی، منم کشوندی اینجا، پیشنهاد بده. آقای قاضی چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیار، من اجازه بده من صحبت کنم. بفرمایید. پدر ایشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر ابعاد مثبت و منفی مراقبت رو درک کردن و متاسفانه گاه دستخوش وضعیت سخت مراقبت میشن. این مراقب‌ها به قربانیان مخفی معروف هستن. ولی یه مسئله جالب دیگه هم هست که پدیده مراقبت رو از لحاظ مثبت بررسی میکنه. تعهد، عشق، علاقه به عزیزانی که سالها ما رو پرورش دادن و حالا در بستر بیماری هستن، یه نوع احساس لذت و غرور به آدم‌ها دست میده. و یا همسرانی که از شوهر بیمارشون و یا زن بیمارشون که مبتلا به آلزایمر شده نگهداری میکنن، اونها در قبال این تعهد خانوادگی به اونها عشق می‌ورزن و ما در جریان این آموزش ها می‌خوایم توضیح بدیم که آلزایمر پایان زندگی نیست، بلکه افرادی هستن که بیماری آلزایمر دارن، در خونه و خانواده خودشون زندگی میکنن و تحت حمایت قرار میگیرن. تمام تلاشم در این آموزش ها بر این قرار گرفته که مهارت های ارتباطی رو به مراقبین آموزش بدم و با فراگیری این آموزش ها بتونن به نحو احسن از زندگیشون لذت ببرن. من شکیبا زاهد هستم، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و خوشحال هستم که این آموزش ها رو در اختیار خانواده های ایرانی قرار میدم.